سلام، من دیبا هستم. به برنامه تبار بر تن خوش اومدید. تو این قسمت از برنامه قرار با هم سری بزنیم به دنیای خاص و پرجزئیات پوشاک سنتی عوض، شهری در جنوب فارس، جایی که لباس‌ها فقط برای پوشیدن نیستن، بلکه برای روایت کردنن، از هنر و هویت تا خلاقیت و ظرافت. عوض شهری با اقلیم گرم و خشک، جایی که آفتاب مهمون همیشگی کوچه هاشه. مردم اینجا به زبانی ریشه‌دار از شاخه‌های پارسی پهلوی صحبت می‌کنن. عوض به خاطر وجود آب انبارهاش بهش لقب شهر هزار برکه رو دادن. برکه‌هایی که زمانی قلب تپنده زندگی در این منطقه بودن و هنوز هم بخشی از هویت این شهر رو زنده نگه داشتن. تجار وز سفرهای زیادی به هند داشتند و در این ارتباط فرهنگی پارچه‌هایی با رنگ‌های شاد و زنده، زیورآلات براق و تزئیناتی که چشم رو خیره می‌کردن با خودشون به ارمغان آوردن. مردم وز این گنج‌های شرقی رو با فرهنگ و سلیقه خودشون درآمیختن و لباس‌هایی خلق کردن که نه تنها پوشش بلکه نشونه‌ای از ذوق، خلاقیت و هویت این منطقه بود. لباس‌هایی که ردپای سفر، هنر و زندگی رو توی هر نخ و نقششون میشه دید. رخت گشاد لباس مراسم عروسی مردم عوضه. زمانی عروسی ها چند شب طول می کشید، اما حالا به 2 شب خلاصه شده و این لباس با شکوه شب اول رو برای عروس خاص میکنه. رخت گشاد تو سال 1396 به ثبت ملی رسیده. شال و قبا لباس داماده که در مراسمی به اسم دوماسرهو برده، عصر روز عروسی داماد سوار بر اسب به همراه جمعی از مردان در محله دور هم جمع می شدن و شال و قبا رو به تن داماد می کردن. شال و قبا شامل قبا، پیراهنی بلند و گشاد، کمربندی به طول 6 متر که دور کمر بسته می شد، کلاهی نمدی و بدون لبه که شبیه به کلاه اقوام بختیاری و لره اما ساده تر و مینیمال تر. ملکی هم کفش دست بافه که توسط مردم در همین شهر بافته می شده. مردان عوض شال و قبا می پوشیدن. لباسی که با پوشاک اقوام دیگه نقاط اشتراک زیادی داره و این شباهت ها خودش قصه ای از همدلی و پیوند بین مردم ایرانه، جایی که حتی لباس ها هم زبون مشترک دارن. تزئینات لباس عوض فقط نقش و نگار نیست، یه جور قصه‌گویی با نخ و طلاست. رخت گشاد مجموعه‌ای از هنرهای بومی که نسل به نسل منتقل شده. خوسبافی رو داریم با نخ‌ها و نوارهای نقره‌ای و طلایی که مثل رگه‌های نور روی پارچه می‌درخشن، هر کدوم با بافتی متفاوت. خوس‌دوزی هم هست که همون نخ‌های درخشان روی ابریشم که تو زبون محلی بهش سیفون میگن با دقت بالایی اجرا میشه. از طرف دیگه گلابتون دوزی و کم‌دوزی با طرح‌های پیچیده و چشم نواز به تجمل و اصالت لباس اضافه میکنن. و اما اکسسوری ها. اینجا طلا فقط زیور نیست، بخشی از هویت لباسه. قطعاتی به اسم شیخب، جلاوی، ماهک، چنبر نه تنها زرق و برق دارن، بلکه باهاشون میشه قصه یک قوم رو شنید. هر کدوم یک معنا داره، یک تاریخ که روی بدن میدرخشن. مرسی که تا اینجا برنامه همراه من بودید. اگه به دنبال نگاهی عمیق‌تر به مد و فشن هستید، اسم فشن برادکست رو سابسکرایب کنید و بقیه برنامه‌ها رو از دست ندید و منتظر اپیزود بعدی تبار بر تن هم باشید. لباس فقط پارچه نیست، رد پای رویاست، یه دیالوگ بی صدا بین دیروز و امروز. بعضیا با لباس گذشته رو صدا میزنن، اما بعضیای دیگه کاری میکنن که گذشته دوباره متولد بشه، با رنگ، با فرم، با جسارت. حالا وقتشه بریم سراغ کسایی که رخت گشاد رو نه تو صندوقچه خاطرات بلکه وسط صحنه مد دیدن. کسایی که با ظرافت سنت رو به تن حال دوختن و لباس‌هایی خلق کردن که بیشتر از یک ظاهر شیک، یه روایت زنده از هویت، خلاقیت و جنون. ممنون میشم رخت رو معرفی کنید. داستانش از کجا شروع شد؟ خب مامانم بیشتر از 30 ساله که خیاطی میکنه و در کنار خیاطی قصه گوی خیلی خوبی هم هست و 5 ساله که آموزشگاه رخت رو راه اندازی کرده برای اینکه تجربیات خیاطیشو به بقیه هم منتقل بده. در کنار آموزش خیاطی، چون که مامانم یه قصه گوی خیلی خوبی هست، تصمیم گرفتیم که قصه ها رو این بار از طریق پارچه و زبان نخ و سوزن و دوغ منتقل بدیم. این بود که رخت شکل گرفت تا روایت کنه داستان پارچه ها و زنهای جنوب رو. وقتی یه لباس سنتی قرار مدرن بشه، چه چیزایی باید ازش حفظ بشه که روحش از بین نره؟
وقتی که یه لباس سنتی، وقتی اسم از سنت میبریم و لباس این قصه است. این لباس هم یه قصه هایی پشتش داره، قصه هایی از کجا اومده، از کجا الهام گرفته شده، چرا و برای چه میپوشیدیم. مسلماً چارچوب اون اجزاش باید حفظ بشه، هویت باید حفظ بشه. این قصه ها، این حکایت ها، قصه هایی که از قدیم به ما رسیده. این لباس های سنتی هم همینجوره، از قدیم به ما رسیده. چارچوبه رو طی این سالها حفظ شده، اما بعضی مواقع یه شکل‌های تازه‌تری به اون داده شده. مثلا رنگ لباس، جنس لباس که اطلسه و خص‌ها و تزیینالاتی که درش به کار میبریم، شاید یه تغییراتی درش رفته شده، اما اون چارچوب و هویت اصلیش تا الان مونده که این داستانه رو بیان میکنه. طراحی مدرن با الهام از پوشش قومی فقط یه کار زیباشناسیه یا یه جور بیانیه است؟ خب قطعا فقط یه کار زیباشناسی نیست، در واقع یه نوع روایتگریه. ما میخوایم که احساس، فرهنگ و تاریخ مردممون رو از زبان دوخت و دوز و پارچه روایت کنیم. در واقع یه جور بیانیه میتونه باشه، اینکه ما از گذشته و هویتمون جدا نمیشیم، باهاش زندگی میکنیم و اون رو به آینده منتقل میدیم. فکر می‌کنی رخت گشاد قابلیت تبدیل شدن به ترند جهانی رو داره یا فقط باید در بستر خودش بدرخشه؟ خب به نظر من قطعا قابلیت جهانی شدن رو داره، ولی باید با احترام به بستر اصلیش ارائه بشه. یعنی اون فرم ها، المان ها و چیزهایی که رخت گشاد رو رخت گشاد میکنه حتما حضور داشته باشه. اما همه ما میدونیم که پوشیدن رخت گشاد خیلی سخته. من خودم همیشه وقتی که رخت گشاد رو میپوشیدم از بس به معده‌ام فشار میومد یا به سرم فشار میومد که سردرد میگرفتم. بنابراین اگه میخواد که جهانی باشه باید اون استانداردهای جهانی رو داشته باشه. اون قسمت راحت بودن لباس درش اتفاق بیفته که جهان بتونه ازش استفاده کنه. یا پارچهش خیلی پارچه حساسیه، نمیشه همه جا پوشید. پس اگه ما بخوایم این کار رو جهانی کنیم و بشه که مردم تمام دنیا ازش استفاده کنن، باید استانداردهای جهانی، راحتی کار، نوع پارچه، اینا رو لحاظ کنیم. اگه رخت گشاد یه شخصیت بود، تو طراحی مدرن شما تبدیل به چه کسی شده؟ اگه رخت گشاد یه شخصیت بود تو طراحی ما، تبدیل به یک زن رها، آزاد، مستقل و ریشه در اصل خود، قوی، پرقدرت. من اون ریشه سنتیشو و قدیمی و پرقدرتشو مادر بزرگم میبینم درش، و اون رهایی و آزادی و مدرنیتشو تشبیه میکنم به دخترم. چه شیرین. چه جالب. تا حالا پیش اومده مخاطب اولش متوجه الهام از لباس محلی نشده باشه؟ آره خیلی وقتا اتفاق افتاده اولش متوجه نشدن، اما بعد وقتی که بهشون گفتیم مثلا این لباس از فلان چیز الهام گرفته شده، اون موقع دید عمیق‌تری به کار پیدا کردن و بیشتر لذت بردن از کار. مثلا همین جلیقه‌ای که تنمه خیلی خوششون میاد از طرحش، از نقشش، اما وقتی که داستان این اسکارفا رو براشون میگیم که از گذشته باید عوض میشده و ما اینا رو تبدیل به جلیقه کردیم، اون موقع یه جور دیگه به کار نگاه میکنن. این دفعه دیدشون عمیق‌تر میشه، برای کار احترام بیشتری قائل میشن. درسته، وقتی داستانو میدونی قصه خیلی جذاب‌تر میشه. دقیقاً همینطوره. اگه قرار باشه فقط یک جزء از لباس سنتی عوض مدرن سازی بشه، کدوم بخششه و چرا؟ من میگم بخش دامنش. چراشو وقتی که یه زن در دامن رخت گشاد میرقصه، از بالا که نگاه میکنیم این یه دایره منظم و زنده است، این درخت نخل که محکم و استواره و سایش گرما بخش زندگی مردمان جنوبه. این زن جنوب که محکم و استوار و گرما بخش زندگی است.
حالا از اتود و ایده رسیدیم به جایی که طرح‌ها جلو گرفتن. قراره با هم نه فقط لباس‌ها رو ببینیم، بلکه بشنویم پشت هر طرح چه فکر و حسی خوابیده. هنرمندای عزیزمون برامون تعریف میکنن که چی شد یک تکه از لباس سنتیشون تبدیل به لباس و جواهرات امروزیشون. ما معتقدیم هر وقت میخوایم از طراحی‌های سنتی الهام بگیریم و اون رو وارد طراحی‌های مدرن کنیم، نباید لزوما اون رو کپی کنیم، بلکه باید از اون الهام بگیریم، از داستان‌هایی که پشت اون طرح‌ها هست استفاده کنیم، روایتگری کنیم با دوزمون. مثلا این طرح اگه ببینیم، این الهام گرفته شده از طرح سدری عوض هست، اما با پارچه جدید. اون الگوهای دوختش، این چاک بغلش، همگی نشون دهنده الگو گرفتن از طرح سدری است، اما مستقیما کپی نشده، با پارچه جدید و نواردوزی‌های جدید انجام شده. یا مثلا این جلیقه زیبا، هر کی می‌بینه از طرح و نقشش خوشش میاد. یه طرح هندی که پارچه ساخت ژاپنه، یادآور اون بخش از فرهنگ ما مربوط به اون زمانهایی که مردای عوض توی هند تجارت میکردن. این مینی اسکارف ها رو با خودشون وارد عوض میکردن. خانم‌های عوضی خیلی از این مینی اسکارف ها خوششون میومد. پیرزن ها استفاده میکردن، دختر بچه ها استفاده میکردن، از کوچیک تا بزرگ. اما این پارچه ها دیگه تولید نمیشه و در حال فراموشیه. ما اومدیم از این مینی اسکارف ها این جلیقه رو دوخت کردیم تا دوباره به این پارچه ها یک جان دوباره ببخشیم. جرقه‌ای که باعث شد از لباس‌ها صنایع دستی عوض الهام بگیرید و اکسسوری های جدید خلق کنید برام بگید. کاری که من خواستم انجام بدم، دلم خواست که برگردم به فرهنگ خودمون، به سنت خودمون، ببینم چی کار میکردن گذشتگان ما، حالا از نخ و فلز و اینا به چه شیوهی استفاده میکردن. یه زیور داریم به اسم چنبر تو زبان محلی و من ازش استفاده کردم و میدونید یه مرحله از کارم اینه که خب من بگردم یه متریالی رو پیدا کنم که بتونم اونو به تصویر بکشم که شبیه چنبر بشه. من این دوخت رو از دوخت سدهری گرفتم و حالا تلفیقش کردم با خوسدوزی که خب تو سدهری اینا، الان من نخ کتان استفاده کردم ولی تو سدهری از نخ گلابتون دوزی استفاده می شده و قدیما شاید نخ گلابتونش نقره هم بوده. زیور بعدی که حالا اسمش گیس هست، الان هم خیلی تو ایران خیلی شهرهای مختلف حالا با هر کسی با اون سنتی که خودش داره تولید میکنه و من هم با توجه به نیاز جامعه دوست داشتم اینو آماده کنم. از چی الهام گرفتم؟ از تیکه پارچه هایی که حالا مادرم مخصوصا میدیدم همیشه استفاده میکنه برای دوخت کالا. خیلی ذوق داشتم چون میدیدم که هم میتونم از تیکه پارچه های اضافه استفاده کنم، حتی میتونه ایده باشه برای خیلیا که این تیکه پارچه ها رو که همیشه مونده گوشه کمد یا چمدون رو بتونن ازش استفاده کنن. پس یه جوری مد پایدار رو هم توی کاراتون اجرا میکنن. این طرح رو من از گل شیشبر استفاده کرد، الهام گرفتم که تکنیک خوسدوزی هست، اما من برای اینکه حالا یه کار جدید باشه و نخوام که حالا اون شیشبر رو بردارم دقیقاً همون رو تبدیل به یه زیور کنم، از 3 تا پرش حالا استفاده کردم و دوختم که نتیجه کار هم شده اینی که الان می‌بینید. کار بافت خوس ها هم خودتون انجام میدین؟ یه سری از کارا رو بله، مثلا اینو من خودم میتونم که اسمش پیچه هست تو زبان عوضی، خودم انجام دادم. این یکی رو نه، و مثلا این یکی که کاملا سوزن دوزیه رو من خودم انجام دادم، اما این یکی یه بافت دشوارتره که من بافتایی که حالا کار بیشتری داره رو از خانمای
عزیز شهرمون کمک میگیرم، چون تبدیلشون میکنم به زیور. کار خوستوزی ها رو مثلا این خوستوزیه رو خودم کامل انجام دادم. نواری که استفاده شده نوار کله قنده که اینو مثلا من خودم بلدم، یا مثلا این یکی نوار خوسبافی استفاده شده، ساده ترین نواره که ستاره یک فصل بهش میگن. اینا رو من میتونم، اما این یه بافت دیگه، این بهش میگن کله خهره، اینو من نمیتونم انجام بدم و اینو مامانم انجام داده. چقدر خوب که از هم دیگه حمایت میکنین. من در شگفت بودم که قدیما اینا رو چجوری، مثلا این طرح‌ها رو چجوری ابداع کردن و بافتن، که از مامانم پرسیدم، چون مامانم هم میبافن. گفتن که قدیما، حالا از مامانشون شنیده بودن که اینا یکی دو طرح از هند اون زمانا آوردن و ما اینا رو حالا باز می‌کردیم، بافت رو به عقب میرفتن و دوباره میبافتن، یعنی بارها امتحان می‌کردن که طرح رو یاد بگیرن. شاید مثلا یکی دو طرح رو به این شکل یاد گرفتن، ولی به مرور که بافتن و خودشون تجربه کسب کردن، طرح‌های مختلفی خودشون ابداع کردن که من الان تو هندوستان که حالا یه مرور کردم تاریخچه رو، من ندیدم. مثلا این طرح‌ها هیچ کدوم من الان تو هندوستان نه، دوره بوده که خب یه مقدار استفاده از اینا کم شده، ولی به لطف، من میگم به لطف فشن و مد و حالا صنایع دستی که خواستن دوباره زنده بشن و یه سری افراد مثل کار شما که الان دارید معرفی میکنید، دوباره اینا دارن زنده میشن. این پارچه‌ایه که برای شال محلیمون استفاده میشه، بله. و این هم نوار سینه خوس است که برای دوختش یا از سوزن استفاده میکنن که سوزن مخصوصی داره، و یا هم میتونید به این روش برش بزنید. از یه سمت وارد میشه، به این روش از این ور میره داخل. مامانم میگه با خوس نقره خیلی راحت تر قدیما انجام میدادیم، چون راحت تر خم میشده. اینا جنسش الان ترکیب فلز و پلاستیک هست. اونم از اینجا خیلی یه مقدار درشت شد. بعد این قسمتش هم، این الان یه دونه خوستوزیه که تعداد اینا با توجه به طرحی که میخواید بزنید کنار هم دوخته میشه و تمام. مرسی از توضیحاتتون. خواهش میکنم. لباس وقتی فقط برای پوشیدن نباشه معنا پیدا میکنه، تبدیل به یک روایت میشه. لباسی که از دل یک فرهنگ اومده دیگه نمیشه با دید عادی بهش نگاه کرد، چون تو هر نخش یک خاطر است، یه تیکه از هویت مردم که بدون گفتن حتی یک کلمه خودشو نشون میده. لباس تبدیل به نماد میشه و یک رابطه دو سویه شکل میگیره. مردم برای حفظ اون تلاش میکنن و اون لباس میشه سفیر اونا. طراحای عوضم اینو به خوبی درک کردن. رخت گشاد رو فقط یک لباس سنتی نمیبینن، میدونن که اون میتونه از مراسم و خاطره‌هاش بیرون بیاد و وارد زندگی امروز بشه. و اما نتیجه همه این تلاش‌ها این شد که با خلاقیت و سلیقه پلی ساختن بین گذشته و حال. رخت گشاد رو دوباره زنده کردن، نه با تغییر هویت بلکه با بازآفرینی. کاری کردن که لباس‌ها هم بوی سنت داشته باشن، هم حال و هوای امروزی رو بتونی باهاشون تو کوچه‌های شهر قدم بزنی، اما هنوز صدای زن‌های قدیمی رو لابلای چین‌هاشون بشنوی. رخت گشاد فقط روی تن نمونده، وارد گوشواره‌ها، کیف‌ها و جزئیات کوچیک و پرمعنا شده. و این یعنی این لباس پتانسیل داره برای اینکه بتونه گوشه‌ای از مد ایران امروز رو با خودش رنگ بزنه و خارج از منطقه خودش طرفدارای زیادی جذب کنه.